پستی واتساپ. الو. بله بله اکاجون من شما رو گوش کردم. من سوالای خدا گوش کردم. یاد سوال پیشنهاد کردنی بودم. گفتم خاطی خود دیگه صحبت کنم برادر رئیس. خب بفرمایید برادر. گوش میکنم شما را. برادر عزیز همین مقصد خود در باره دولت مثال هم مقصد گناه و مقصد این همین همه چی دولت همین که دولت مثال همین کمبودی ها را داره مقصد همین فلان. خب برادر عزیز خودت بگو که چند ساله هستی و کجا تحصیل کردگی؟ اولا کمبودیای مرا گپ زد که آیا یک شهروند حق نداره که در مقابل دولتش گپ زنه؟ نه برادر عزیز مقصد که خودت بگو که کجا خوندگی و کی هستی و چی هستی. نه اول سوال جواب ده کی سوال جواب ده کی هر یک شخصیت میتونه که حقوق چپ پیشنهاد کنه بیان کنه. خب برادر عزیز انا کی بعد مقصد خودت میگو که این خیلی او خیلی مثال ما هم همین شهرها رو تماشا میکنیم رئیسا را مثال همین قزاقستان تو 200,000 قزاقی 200,000 بلید مقصد کمبودیای وطن گفتن مثال مردم ایجا فریب کردن برادر عزیز مثال مگر کمبودی وطن گفتن فریب مردم است؟ کمبودی برادر یگان دولت به کمبودی میشه. نو یگان دولت بدون مخالف است. یعنی یگان دولت بدون مخالفت است. یعنی که مخالف بدن جنایت است یکم. نه مخالفت این کاری که خودت میکنی مقصد اگر تو بدونی که ها همین تویت نه من میگم که ها گجاش تویت نیست با گفتی خود گجای همین عملی من گجاش جنایت است یا که گجاش غیر قانونی است. مرحمت برادر عزیز مردم دروغ کردن. کدام نقطه را دروغ گفتم؟ من برام گجا دروغ گفتم. اثبات کن گجاش حرف دروغ است. برادر بست مقصد میگم که همه کارانتین ده همه مقصد همه کارنامه رو ده تمام دولت بگیم که میان شکست قومت شکست تمام دولت کمبودی ده تمام دولت پرابلم ده. جای خودت گرمه برادر عزیز شتگی مقصد در اروپایی مثال عایشات دولت پولد میتن جد گرمه مردمی که مهاجرت های مهاجر میکنه مثال هر پیشنهاد میکنین این خیل کنین او خیل کنین اگر همین سوال که هم ای پشت شما برای ترمه بشینه برای چی پشت ما وقتی که نو گفتی که هر یک شهروند گفتی حق آزادانه فکرش بیان کردن داره پس برای چی ترمه بشوه؟ نه انا که بس برادر بیان کردن که تو در وطن بیان که در وطن آیا میشه در وطن بیان کرده؟ آیا در وطن میشه بیان کرده فکرانش؟ بچه‌ها نمیشه بیان کرده. همون تاکسیسته که عبدالستار پیر محمد زاده یه دقیقه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمد زاده وقتی فکراش بیان کرد چقدر چاپلوسای رحمانوف باراش هجوم کردن مگر جنایت کرده بود؟ هر یک انسان ای کردارش همون نفر تمام صبر کن بیا کردار برای من کردار و رفتار ناموز من خواهش میکنم. همون عبدالستار پیر محمد زاده وقتی که برآمد درد دلش گفت چقدر از طرف قوای اونگرد سگ بچهای وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت برآمدن در مقابل شهر زدن که تو ایتا کردی تو دشمنی وطن دشمنی ملت مگر همون کسی را به جنگ دعوت کرد؟ نه مامون بگناه اگر گناه نمیداشت همون را میبردن محکمه میکردن. چی گناه کرد؟ گناه شما بگو. برآمد همین پیشنهاد کرد که کم انصاف بکنین معاش شما کم است سطح قیمتی یعنی که جریمه در آسمان یعنی همین جنایت بود. نه وقتی مثال فقط داری فقط دکازات کدام نه برات گفته ایستم همون نفر عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار که امروز تکثیرانی میکنه برآمد آشکار در داخل تاجیکستان غمی که در دلش داشت نه کسی را به جنگ دعوت کرد نه کسی را دیکتاتور گفت نه اکستریمیست گفت. همون شخصیت در زندان نیست همون در آزادی است. پس چرا در مقابلش این قدر نفر در مقابلش گپ زد؟ یک دوم اینکه معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات امروز از طرف مقامات دستگیر کرده شد. برای چی؟ آدینه زاده
برای چی؟ همون شخصیتی گفتگی تا در خانه رحمت الله زویروف بجاش کرده بودن. برای چی بجاش کردن؟ برای چی؟ برای چی؟ برای کی زپای رفته بود اخی؟ در کجا؟ در همون خانه رحمت الله زویروف. یعنی چگونه؟ اثبات کن. اثبات کن. اخی برادر عزیز هم افت اندام شد بیام شخصیت تو در این مسئله افت اندام بک صبور بی یک گوساله سیخرای او را نمیگوی. نه برادر عزیز بس صبر کن. مقصد که تو مسلمان هستی؟ آنها که دین در بگذشت با آنها که ملا شد نه؟ نه دین دانه برادر از صبر کن. دین دانه این در دین یگون کس از تو مسلمان هستی؟ آنها که بسم الله الرحمن الرحیم جینا گم شده که آنها که مسلمانی بیا من الحمدلله مسلمانم دل چی؟ خب الحمدلله مسلمانی. لیکن برادر از وقت صحبت میکنی هر یک شخصیت تو حقوق نداری تنقید کردن. نه تو تنقید کردی کو نفر گفتی زپای رفته گیگ. نه تو تنقید کردی کو. نه تو تنقید کردی. بیست تو از دین 1000 کیلومتر دوری. نه تو خود معاون حزب سوسیال دموکرات گفتی که افت اندام او را بی تنقید نکردی خودت. تو مسلمانی؟ برادر عزیز در حیات در وطن چیا بودی کرده چی خدمت کرده بودی دگذشتی اگه مسلمانی خلاص شد با بودی دگذشتی درخت کنندم گوش که برادر عزیز تو پیری بیمت نکن گوش کن من ترا گوش میکنم تو گوش که برادر من گوشت میکنم چی کار کردن من گوشت میکنم ولی بستو ولی به اگه صبر کن نگاه کن خودت از همون بالا اومدی گفتی جنایت ها را میگن کمبودی هم میگن اومدی با مسئله خوب از وطن بیو گبزن. خب دلیل دو آوردو که همون نفرا گفتی که افت اندام میروی تمام شد مسئله مسلمانی و دینی دگذشت. اگه دینی تمام شد با کجا میگذری؟ وقت صحبت میکنی گوش که برای اگه تو خطا دونو میگیری دانشمند میگیری در کرسلش دگی خطا به عقل میگیری من ترا برای چی سوال دادم برای که تو حق نداری نه به اسلامی نه به دنیاوی یک شخصیت به گاو تبدیل دادن به خر به نداری حقوق برام خبر دار گو فلان شخصیت رحمانوف زنها و مادرای تاجیک تحقیر کرد که او حق داره بس امام رحمانوف در یک صحبت رسمیش برآمد مردم تحقیر کرد گفت که آنها گمراه گشته و به علم و جاهلن او حق داره. امام رحمانوف единственный لیدر که ملت تاجیک تحقیر کرد بلند کرد جمع کرد خفید مردکی خوب او برآمد تحقیر کرد که او پس حق داشته که آیا حق داره هم طبق قانون حق داره رحمانوف ملت تحقیر کنه گفت که کسایی که سطر رو حجاب میکنن اونها گمراه گشته و به علم و به عفتن آیا حق داره همین چیزا بکنه؟ اگه برادر از این گپ به حتی با دروغه همون شخصیت انا که من برای تو نوار میگذارم. من از برادرها خواهش میکنم همون ما را بگذاره برای همین چاپلوس بگذاریم. آیا برات نوار میگذارم قائل میشه که همین گپ گفته است؟ حجاب با سر میکنم پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چی کار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. نه صبر که من نور نگذار صبر با چی شد؟ مقصد اگه با طرف کمونیستی بگذاریم طرف کمونیستی از کمونیست صحبت کرد که با از پاش خوردن شوروی و زمان شوروی بیا اینجا گوش که برادر از گوش که زمان شوروی و زمان او شمان برادر از انا که گوش که مرا برادر همین خوبی و انسانگری خطاب گو که در ملت چی کردگی من شاید تا امروز یگام خدمت برای میگوی اگه صبر که بستو بیا برای من اول خوبی و زحمت‌های رستم رحمانوف بگی چی خوبی کرد که امروز وکیل پارلمان رئیس پارلمان شد بعد بیا من بگو چرا من سال 2012 از تشکیل یافتنش میشناسم ای بین پلو را گرفتن هم مهاجر را فرید کردم بین چون فتنه شد ای سال 2012 من در همین کمپین تو خوردستم با میگم که گروه 24 همین شخصیتی که در بین خطونه هم
شرافالدین گدای اینا بیا ما اینا من اعضای گروه 24 برای ما یک بستو صبر که دیگر بالای بر نرم. ما اعضای گروه 24 برای من یک مثال بیار که من از حق کدام مهاجر گرفتار برای زندگی شخصیم کار کرده باشم. یک مثال بیار. مردم میتونی آورده. گوش که صبر می مثال آورده تهمت کردی اخی ما تهمت کردی مثال آورده میتونی بفرما. وقتی در ترکیه بودن گریختن اروپا رفتن. من خودم در ترکیه بودم. من خودم در ترکیه زندگی کردم. تو برای من تو کنار بگذار گریختن نگریختن کنار بگذار. برای من بگو که نه گفته که شما پول مهاجرا را گرفته. من همچون یک اعضای حرکت سیاسی گروه 24 یک نفر میتونی اثبات کنی که من حق امو را خورده باشم. میتونی؟ اوخی اکات در پیش ما نیستی اوخی. نه گفتی شما پول مردم را میخرین. نه چرا نه تو ما نگفتی که شرافالدین گدای امروز اعضای حرکت سیاسی گروه 24 نیست. میتونی قطعی صحبت کنی او در آرادگی حزب حرکت خود داره. تو بیا از 24 وقتی گام میزنی من را بگو که آیا من مالکیت هم کسا گرفتم؟ همه گروه 24 باشه همت گرفتگی اوخی. از اسناد نداری. انا اگه بیا در مسئله همو خدمت میریم. ما گفتی که چه خدمت به دولت کردی؟ اینجاش دروغ گفتی. برای ما بگو که رستم امامعلی همچون شهردار دوشنبه و وکیل پارلمان چه خدمت کرد که به اون منصب ها رسید؟ مرحمت. یکمش که ایرپورت آباد کرد. ایرپورت نو ساخت. ما هم با پولی کمپانی فرانسه با پولی شرکت های فرانسوی گوش که برادر عزیز چوا همه خود در سوال خود در چوا کرسله خود علیش نمیشه چگونه علی برای چه علی شوا میشینی اینجا مردم دروغ میگن نه بس اکبر علی شد کو علی شد آخه دروغ نگو قبلا دروغ نگو قبلا برادر رضایی بود در میکرسه صدای مردم امروز ما هستم اگر رفت و یک مسئولیت دیگه گرفتم حتما میسپرم یک نفر دیگه پیش میبره دروغ نگو نه وقت با اون مسئولیت نمیرسی آخه برادر عزیز خیلی اوج دست نیست من میرسم حقیقت نیست در این مردم دروغ میگه خداوند در او راضی نیست برای که شما را یگون چیز نمیته خدا نیت ناپاک هیچ وقت به مقصد نمیرسه برادر عزیز اینجا تو من یک ترا چی میگم در اینجا مثال مهاجر هستن خیلی برادرایی که مثال شهر نویه و کوبه دیگه جو مثال هست شخصیت با عقل با مثال میفهمیدگی شخصیت ها هست که مثال همین کارون میکنه کی هست کو بگو شخصیت ها هست که مثال در که پشت کلونش دیگه بیچاره نمیدونه میدونم طور دو شخصیت گوش میکنه میره دو لایک سه لایک میمونه با همون پدر و مادر هم بیچاره اکی این چیز جنایتی رحمانوف است که برای لایک زندان میگه خیلی برزگو اوه جنایتی رحمانوف است برای لایک زندان میگه جنایت من نیست در یگان کشور روی دنیا چنین قانون قبول نشد که برای لایک موندن باید زندان شود این جنایت نیست جنایت تو پیشنهاد کرده کنی جنایت برای ما بگو کنی جنایت پس چرا تو زندان نمیشی قطعی من گپ زدی برای چی تو زندان نمیشی بیا جمع شویم بیا مرد باشی مرد بگی بیا تاجیکستان بریم در تاجیکستان صحبت کنیم و برین همون اودینایف برای گپ زدن شما بردین محکمش کردین او را جواب نمیتین پس او کی را محکم کردیم موقعی اودینایف از طرف پلیس دستگیر شد که امروز اودینایف در اودینایف در آزادی را یگان کس نه محکم کردن بسا که رسانه خاور رسانه رحمانوف از دروغ میگه که امروز بازداشت کردن شه آخی برادر عزیز پامی روز بردوش نبود تو او بس آخی اینا من برات حاضر یک دقیقه بیس اینا رسانه خاور اینا خب خاور حاضر بس من پیدا کنم و سایت وزارت کارهای داخلی نویسه کرد که خلاص اودینه زاده از طرف مقامات امروز دستگیر شد دروغ میگن او آخی برادر عزیز همین رحمت الله زهیر همین رحمت الله زهیر تو تلویزیون داری در پیش تلویزیون داری که ببینی ما تلویزیون ندارم تلویزیون تماشا نمی‌کنم کان همون تلفن تا بدرو یا دقیقه خاموش باشه از یوتیوب نظر که من میمونم یک بگذارین اینا شخصی از جنایت پنهان شده دستگیر شد یعنی این ایجاد نویسندگی از رسانه‌های خاور که صرف تبلیغ حکومت رحمانوف میکنه 5 دکبر ضمن عملیاتی خلاص همین عملیات همین نفر در فلان ساعت از طرف فلان نهاد دستگیر کرده شده است یعنی اودینه زاده ساعت 16:30 در یک جایگاه با سابقه همسرانه شهروند خواست این اینجا همش نویسش رسانه‌های خاور دیدی
خب برادر عزیز ما را دیدیم خب بعد نه گفتی که در آزادی است کو؟ نه گفتی در آزادی است کو؟ اوخی امر رحمت الله زویرف گفت که در خونه ما. اوخی خودت گفتی در آزادی است کو؟ نه خودت گفتی در آزادی است کو؟ اوخی آزادی بعد در خونه هم در ترمای آزادی در سوابودا ده. اوخی اینجا رسانه‌های خوار میگه از خپیدگی انشکو؟ او رسانه‌های خوار مواره دروغ میگه اوخی. رسانه‌های وزارت کارهای داخلی هم از رسانه‌های وزارت کارهای داخلی یعنی که رسانه‌های رمضان رحیموف دروغ میگه و نویسه که دستگیرش کردن. خیر دستگیرش کردن خوبش کردن. پس نه برای چی گفتی در آزادی است؟ دروغ گفتی یکی ریسک دروغ گفتی. ها؟ نه در کنار جواب میده. نه بعد چی دروغ گفتی نه گفتی که دست آزادی دست برای چی همین حاضر دروغ گفتی یعنی دروغ گفتی یا که ریسک ایدهات برو اومد. برادر عزیز گفته سمکو رحمت الله ظاهرف گفت که در خونه اوخی تو رحمت الله ظاهرف ابو تو خودت گفتی که نه گفتی که رحمت الله ظاهرف میگه آزادی است تو گفتی که در آزادی است شما دروغ میگه این من برات اثبات کردم سایت وزارت کارهای داخلی هم گفته است که همین نفر دستگیر کردن پس کدام تا باور کنی دروغ میگه دستگیرش کردن تو کی خبر یافتی که در آزادی ای کدام ساعت چند ساعت پیش اوخی من هر ساعت پیش خبر میوم نه چند ساعت پیش فهمیدی چند ساعت پیش فهمیدی چند ساعت پیش فهمیدی که در آزادی است یره من روز فهمیدم ساعتی چند رو ساعتی چند ساعتی 5 اوه ساعتی 5 ده آجا ساعتی 4 در نویسگی است که نه 4 و 2 دقیقه ده خپیدگی انشد تو چه ساعت 5 در آزادی فهمیدی یو ساعت 3 خونه شد دیگه 4 دقیقه خپیدگی نه کیف تو نه خدایی نه تمیزه چه خواهی درو گفتن میگیری سلام بهش تشکر زیاد ای توبه کن خدا پناه بده از چنین بی‌طرفان و بی‌شرفان دیگه یورا چی میگی ای خدای مرا میگه که برای چی تو کریسنای امید منبر صدای مردم نمیسپوری بچا ما یک منبری است که خب دردی مردم شونده میشه هیچ درآمدی نیست اما رحمانوف منبری رئیس جمهور 28 سال شده نمیسپوره اون چی میگوی